صندوقچه را کجا پنهان کرده بودی بهلول؟ در خرابه مجاور دکان پاره‌دوز. تو اطمینان داری که پاره‌دوز صندوقچه را بوده است؟ اطمینان دارم جناب قاضی، اطمینان دارم. از دکان پاره‌دوز روزنه است به خرابه. لابد از همین روزنه پی به محل صندوقچه برده و آن را به چنگ آورده است. برای اثبات هر جرمی ارائه مدرک لازم است. داری؟ شاهد چه شاهدی داری؟ ندارم. جناب بهلول، هر جرمی با ارائه مدرک و گواهی شهود به اثبات میرسد. تو هیچ کدام را نداری. چگونه ادعایت را به اثبات میرسانی؟ جناب قاضی، در این دیار کیست که پاره‌دوز را نشناسد و از خود او نیرنگ او در امان مانده باشد؟ ارائه مدرک و گواهی شاهد چه لزومی دارد؟ اینجا محکمه است جناب بهلول. نه کسی را فی الواقع مجرم میشناسد و نه مجرمی را بی جهت تبرئه میسازد. ما به عدالت رأی میدهیم بهلول. بر منکرش لعنت. من هم برای احقاق حق و اجرای عدالت به محکمه آمدم جناب قاضی. بدون هیچ مدرک و شاهدی بر جو. چاره چیست؟ مجرم نابکار مدرکی از خود به جای نگذاشته. چه کنم؟ دستم خالی است. تو را در به دست آوردن مدرک ناتوان نمیبینم بهلول. به یقین در این دعوا نیز همچون همیشه بهلول غالب است و دیگری مغلوب. امید به خدا، به تلاش خواهم پرداخت تا چه پیش. ویرانه جای پنهان کردن گنجینه نیست برادر. در خانه پنهان میکردی؟ در خانه آمده شد فراوان بود. آدم های جور و جور می آمدند و می رفتند، می آمدند و می رفتند. نمی شد اعتماد کرد. تصور کردم که ویرانه جای امن نیست. ویرانه جایگاه طراران است بهلول. چطور نمیدانستی؟ بخت با تو یار بوده که اندوختت به سرقت نرفته. از کجا معلوم؟ اگر دست برد زده باشند چه کنم؟ علاج واقع را قبل از وقوع باید کرد. اون چه باید بشود خواهد شد. از بابت گنجینه‌ای که در ویرانه مجاور پنهان نمودم خیالم آسوده است، اما گنجینه‌های دیگر را نمیدانم. باید فلفور چاره‌ای بیندیشم. گنجینه‌های دیگر؟ مگر چند گنجینه است بهلول؟ 4 صندوقچه پر از سکه های تن. خانه‌ات آباد بهلول. این همه سرمایه را چگونه به دست آوردی ها؟ با عرق جبین؟ با عرق جبین برادر، چه خیال کرده ای؟ هیچ. خدا کند دست ناحل نیفتد. بگو ببینم، گنجینه های دیگر را کجا پنهان کردی ها؟ از اسرار هست برادر، چگونه بگویم؟ مرا امین نمیدانی؟ بیم آن دارم که نامحرمی گوش سپارد و پی به اسرار برد. اینجا به جز من و تو احدی نیست. واهمه به خود راه مده. بگو ببینم، بگو. مرا معذور بدار برادر. تمام سرمایه زندگی هم همین 4 صندوقچه است. اگر از کف برود راه به کجا برم؟ اگر نصیب طراران شد چه؟ آنگاه راه به کجا خواهی برد ها؟ چطور از همه را یک جا جمع کنی؟ فکر پسندیده است. اگر یک جا جمع بشود نگهداری از اون هم آسان تر است.
ظاهرا ویرانه مجاور جای ناامنی نیست، علل خصوص که به دکان شما راه دارد و میتوان آنجا را تحت نظر داشت. چاره کار همین است. از صاحب برو و دیگر صندوقچه ها را بیاور تا همینجا پنهان کنیم. کنار دست خودمان باشد امنیتش بیشتر است. اگر صلاح بدانی ابتدا به صندوقچه که در ویرانه مجاور پنهان نمودم سری بزنم، آنگاه به سراغ صندوقچه های دیگر برم. خیر تأخیر در این امر مجاز نیست. امکان دارد در این فاصله کار از کار بگذرد. از بابت آن صندوقچه خیالت آسوده باشد. من مراقبم. حال تعجیل کن که غفلت موجب پشیمانی است. تعجیل کن. روز من است. حتی در خواب هم نمیدیدم که بهلول با دست خود دار و ندارش را به من بسپارد. حال باید صندوقچه را به ویرانه باز گردانم تا خیال کند که جای امیر را یافته است. باید تعجیل کنم. هم مدرکش باورتان شد؟ بهلول حقا که معرکه باورم نمیشد که به این سهولت بتوانی از پس پاردوز برایی. اخفال پاردوز چندان هم آسان نبود جناب قاضی. لطف حق یارم. البته مخارجی هم در بر داشت. چه مخارجی جناب بهلول؟ تأمین 4 صندوقچه جناب قاضی. 4 صندوقچه خالی در مقابل 1 صندوقچه پر از زر. واقعا معامله پرمنفعتی است. عجولانه قضاوت کردی جناب قاضی، عجولانه قضاوت کردی. صندوقچه ها چندان هم خالی نبود. چطور؟ خالی نبود؟ آنها را پر کرده بودم جناب قاضی. از زر؟ خیر قربان، از خواب. پس پاردوز را چندان هم بی نصیب نگذاشته ای. دیدن قیافه پاردوز پس از گشودن صندوقچه ها واقعا